و به هنگام بازگشت روح به جسد آنگاه 2 فرشته نزد او می آیند که 3 سوال از اون مرد خبیث بپرسند. پس از بازگشت روح به جسد 2 فرشته به او سر می زنند و او را توبیخ می کنند. با لطف و آرامی او را بیدار نمی کنند. با تشر به او می گویند بیدار شو و بیدار می شود. با عصبانیت از او می پرسند خدای تو کیست؟ دین تو چیست؟ پیامبر تو کیست؟ پس می گوید نمیدانم. دین تو چیست؟ نمیدانم. پیامبر تو کیست؟ نمیدانم. پس می گوید نه میدانی و نه خوانده ای. حتی زمانی که در دنیا بودی نه میدانستی و نه چیزی خواندی. چگونه میخواهی بدانی؟ تو نه قرآن خواندی و نه نماز به جا آوردی، به والدینت نیکی نکردی، عبادت خداوند را نکردی و ذکر خداوند را به جا نیاوردی و استغفار نکردی و به او نزدیک نشدی، با صالحین ننشستی، کتابی نخواندی، علمی نیز کسب نکردی و در نماز و خطبه جمعه شرکت نکردی. چگونه میخواهی بدانی؟ اصلا چگونه میخواهی دینت را بشناسی وقتی که هیچی نمیدانی؟ طبیعی است که نمیدانی وقتی که در دنیا هیچ مطالعه‌ای نکردی، خدا را عبادت نکردی و قرآن نخواندی، نه ذکر خدا را گفتی و نه سنت و علمی آموختی. پس به او گفته می شود نه میدانی و نه خوانده ای. این حال تو بود در پایان مسیر این دنیا و این عاقبت توست. این عاقبت توست. وقتی نماز جمعه و خطبه را گوش نمیدادی، نمیدانستی و نمیخواندی، این عاقبت تو خواهد بود. وقتی از جایی عبور میکردی و قرآن در کنار تو بود اما توجه نمیکردی، چون تماما مشغول بازی با موبایلی که در دستت بودی، ندانستی و نخواندی. و زمانی که مردم در مجالس ذکر و طلب مغفرت از خداوند شرکت میکردند، تو حضور نداشتی، پس تو ندانستی و نخواندی. گفت پس با یک پتک آهنین بر سرش میکوبند و به خاک تبدیل میشود. پس مردی به سمتش میآید با چهره‌ای خبیث و با بوی تعفن. با این تصویر ترسناک کنار او می آید. او ترسیده و تنها در قبر است. مرد از او می پرسد تو که هستی ای مرد؟ می گوید تو را به بدی و بدتر از آن بشارت می دهم. تو اکنون چیزی ندیده ای، این تازه اول راه است. تو را به بدتر از این ضربه چکش و مجازاتی بالاتر بشارت میدم. متوفا میپرسد تو کیستی؟ چهره تو سرشار از شر و بدی است. هر کسی که چهره تو را ببیند میداند که شری در کار است، مشکلی در کار است، عذابی در کار است، سختی در راه است. از چهره تو شر میبارد. و آن مرد میگوید من همان اعمال زشت و بد تو هستم. یعنی من ترک نماز تو هستم، من نتیجه فحشای تو هستم، نوشیدن شراب تو و بدی تو به والدینت هستم. من همان مالی هستم که به ناحق از مردم خوردی و به آنها باز نگرداندی. من حیله و نیرنگی هستم که بر مردم روا داشتی. من قطع شدن صله رحم تو هستم. من همان اختلاف تو بر سر ارث و اخلاق بد تو با برادران و خواهرانت هستم. من دروغ تو بر مردم هستم. من همان غیبتی هستم که پشت سر مردم گفته ای. من توانایی تو برای ضربه زدن و آزار رساندن به مردم هستم. من نتیجه اعمال تو هستم. این تو هستی که مرا ساخته ای. اعمال تو دلیل سیاه چهرگی من هستش. اگر اعمال تو صالح بود، من به جای اینکه با چهره خبیث نزد تو بیایم، با چهره سفیدتر می آمدم. ولی این جزای کار توست. تو در طول زندگیت اعمال خود را می سازی. اعمالت را تجسم کن. اگر بخواهی سفید می شود وگرنه سیاه می شود. اگر بخواهی در قبر تو را به خوبی بشارت می دهم و اگر بخواهی به شر. به او می گوید من اعمال بد تو هستم. تعجب نکن که برای تو آمدم. من برای تو غریبه نیستم. من فرزند تو هستم. من اعمال بد تو هستم. پیامبر اکرم فرمودند پس قبر به او تنگ خواهد شد و درهای جهنم به رویش باز خواهد شد و جهنم برایش فرش می شود. و مرده می گوید بار الها قیامت را برپا نکن، برخلاف مؤمنی که
درهای بهشت بر رویش باز می شود و می گوید خداوندا قیامت را برپا کن که به خانواده هم و داراییم باز کردم. لشيء مما ترى تبقى بشاشته